سلام دوستان، قند وقتتون خوش. امروز میخواستم درباره یگان قانون نو مورگیج در کانادا صحبت کنم. چنین قوانین چنج شده در این وقتا و یکیش سر از فردا می باشه. سر از فردا نوامبر 21 اگر شما آنشورد مورگیج دارین، وقتی که رینو میکنین استرس تست لازم ندارین. آنشورد مورگیج چی معنا میته؟ آنشورد مورگیج در این معنا میته که اگر شما بیشتر از 20% داون پیمنت بتین وقتی خانه تان میخرین، وقت شما لازم نیست که مورگیج دیفالت انشورنس از سه تا کمپانی که در کانادا می باشه از بخرین. یکیش به نام CMHC است که مربوط دولت کانادا می باشه و دو تا دیگه هم پرایوت است، یکی به نام سیجن میگه و یکی به نام کانادا گارانتی. چندین سال شده که مورگیج اندستری در گورنمنت همیشه پیشنهاد کرد که لطفاً این قانون رو بردارین، به خاطر قانون فعلی که هست به نفع بانک فعلی می باشه و به نفع کاستمر می باشه، به خاطر که او وقتی رینو میشه و استرس تست نمیکنن و حتی جا شما رو چک نمیکنن، بر شما رو اینو آفر میکنن. اما اگر بخوای شما در یک بانک دیگه برین، باز اونا مجبوره که استرس تست کنه. و این استرس تست چی معنا میده؟ استرس تست معنای از این است که اگر شما مثلا 5% کوالیفای میشین، ما مجبور 2% هایر 7% کوالیفای کنی یا و کمترینش 5.25% می باشه. این قانون چند سال پیش به آورد، به خاطر وقتا ریت بالا میرفت و دولت آورد به خاطر گفت اگر ریت بالا بره مردم آمادگیش داشته باشه. و دیگه چیزی که براتون بگم که اگان کمی کنفیوزینگ است، وقتی که قانون مورگیج میشه، وقتی قانون خانه میشه، قانون دیگه یار دولت ها تصمیم میگیره، دولت مثل دولت کانادا، دولت امریکا اینا تصمیم میگیره. اما وقتی که اینترست ریت میشه یا سود، او را فقط بانک های مرکزی تصمیم میگیره و تصمیم خود جداگانه میگیره. مثلا در کانادا تصمیم به سود بانک اف کانادا میگیره و در امریکا US فدرال رزرو میگه، در ژاپن بانک اف ژاپن میگه یا در انگلستان بانک اف انگلند میگه. اینا تصمیم جداگانه میگیره. چرا تصمیم جدا میگیره؟ به خاطر سیاستمدارا که است یا پالیتیشن و واقعا است و میخواد و تصمیمشون شورت ترم است و به خاطر که میخواد رای ببره. اما یا تصمیم از جدا میگیره به خاطر که یا برای لانگ ترم فکر میکنن و در فکر آینده میباشن. از خاطر وقتی که اینترست ریت میشه، او را تصمیم اونا میگه و نام ایران او را به نام مانیتری پالیسی میگه. مثلا در کانادا بانک کانادا سال 8 دفعه ریت اناونسمنت اعلام میکنه، ریت خوده یا ریت بالا میبره یا پایین میاره یا همون نگاه میکنه. یا مثلا همین سال یک ریت دیگه اناونسمنتش دسامبر است، دسامبر 11 اینترست ریت دوباره اناونس میکنه که او را نگاه کنه یا بالا یا پایین ببره. تشکرم رای ما بودین. وقتتان خوش.